وقتی جوون بودم میخواستم خودم خلاص کنم. با خودم گفتم چه زندگیه، نمیتونی بخونی، نه کاری بکنی، حتی جلوی پای خودت هم نمیتونی ببینی. این بود که رفتم تو اتاقم، هر جور بود تناب وصل کردم، صندلی رو کشیدم زیر پام و آماده خلاص شدن از این تاریکی. تناب که انداختم تو گردنم، صدای گنجشکار شنیدم. فهمیدم صبح شده. چه صبحی. با خودم گفتم این بذار آخرین روز زندگیم آخرین سیگار رو من بکشم، بعد کارم هم بسازم. بعد سیگار صدای بچه‌ها شنیدم، داشتن میرفتن مدرسه، سر صدا میکردن، میخندیدن، شوخی میکردن، یکیشون داشت آهنگ میخوند. یهو یادم افتاد امروز بعد از ظهر کنسرت شجریانه. این بود که خودکشی رو موکول کردم به فردا تا بعد از ظهر با داداشم بریم کنسرت. باورت میشه الان 30 ساله که او فردا نیامده. فقط بدیش اینه که هیچ وقت عاشق نشدم. شاید عاشق صداهای زیادی شده باشم، ولی هیچ وقت معشوقم ندیدم. آه آه آه